درود به همه دوستان. امروز میخوام بهتون یه بیزنس مختلفی رو بهتون معرفی کنم که برای واگذاری هست در شهر دوسلدورف. یه خشکشویی هستش که 32 ساله اینا اینجا هستن که برای واگذاری هست. این آقا دلیل واگذاریش هم اینه که دارن میرن قنطه، بازنشسته میشن و میخوان واگذار کنن. قیمت واگذاری اینجا 140,000 یورو. البته تو این 140,000 تا 12 تا واش ماشین هست، تمام دستگاه ها هست، 3 تا هم تخوکنا داره، 80 متر مغازه مساحتشه، 80 متر هم تو زیرزمین داره. تو زیرزمین همه اون واش ماشین ها هستن و تخوکنا ها هستن و 2 تا هم ترانسپورت ها مرسدس داره که اونم تو این قیمت هستش، چون کسی که بخواد اینجا رو بگیره 100% ماشین لازم داره برای اینکه ترانسپورت کنه. اینا تو این 32 سال تمام هتلایی که دارن، اینایی که ثابت هستن، مشتری ثابتشون هستن، هتل‌ها هستن، از فرودگاه مشتری دارن ثابت و کلیساها خیلی هستن و فریدهوف تمام اون قبرستون هم مشتری ثابتشون هستن که اینا عمدتی که در سال میزنن روی کاغذ 180,000 یورو و حالا دیگه 1240 یورو اجاره گرمشه این مغازه و 5 تا هم گاراژ داره که این 5 تا گاراژ هم توی این قیمت هستش. حالا کسی هم اگه بخواد میتونه گاراژها رو خودش اون تا میتا بده به کسی دیگه ای، اجاره یه جوری از اجارهش بهش کمک بشه. برای کسایی که تو این کار دوست دارن فعالیت کنن مورد خیلی خوبیه که اگه علاقه داشته باشن یا یه پیش زمینه هم داشته باشن تو این کار. نگاه کنید چون دستگاه زیاد هستش و واش ماشین هم 12 تا همونطور که گفتم هستش و تو 3 تا هم تخوکنا داره. خب معمولا اگه بخواید بهش فکر کنید قیمت برقش زیاد میشه ماهانه، ولی این آقا اومده کاری که کرده این ماشینه ها و این تخوکنا ها اصلا با برق کار نمیکنه، با بخار کار میکنه و اینو برداشتن عوضش کردن و برقش هولوش 100-200 یورو فوقش بشه در ماه. و اگه اینا برقشون و این تخوکنا ها و واش ماشینا برقشون با برق اگه کار میکرد معمولا تا نزدیک 1000 یورو شاید بیشتر میشد برقش، ولی اینجوری چون با بخار کار میکنه انرژیش خیلی پایین تره، حالا مصرف انرژیش هدف برق نیست. حالا کسی که اگه انتخابی دارن واسه شهر دوسلدورف همچین کیسی رو میتونن با من تماس بگیرن، در خدمتتون هستم.